نشان می‌دهد که 73% مردم هنوز پولی را که به دوستانشان قرض دادند پس نگرفتند. این آمار ساده اما تکان دهنده است. یعنی تقریبا از هر 4 نفر 3 نفرشان میگویند که دوستی، کمک و اعتمادشان به پاسخ مانده است. بسیاری از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که پس از قرض دادن پول نه تنها پولشان را پس نگرفتند بلکه دوستشان هم از بین رفته. بعضی ها نوشتند از روی رفاقت پول دادم، حالا حتی جواب پیامم را نمیدهد. قرض دادم ولی حالا حس میکنم اشتباه کردم. اعتماد کردم اما دوستی ما هم با پول رفت. کارشناسان اجتماعی معتقدند قرض دادن پول به دوستان یا نزدیکان بدون قرارداد یا توافق روشن می تواند باعث ایجاد کدورت، فاصله و حتی پایان یک رابطه صمیمانه شود، در حالی که نیت اولیه فقط کمک بوده. این فقط پول نیست که می رود، گاه اعتماد، احترام و رفاقت هم با آن از بین می رود. حالا این سوال پیش می آید: آیا کمک مالی به دوستان امتحان رفاقت است یا راه برای از بین رفتن آن؟ شما چه فکر می کنید؟ تا حالا برایتان پیش آمده که به کسی پول قرض بدهید بله نه تنها پس نگیرید بلکه رابطه تان هم خراب شود؟ تجربه تان را با ما در اینجا شریک سازید.